میخوام براتون توضیح بدم که کار نکردن تو ایران خیلی به نفعه تا کار کردن. من 2 سال پیش طلا فروختم گرمی 2,300,000. 100 گرم تا این ماشین رو بخرم پرایدو که الان باش کارم بکنم و اینا. تو این 2 ساله طلا از گرمی 2,300 رسیده به 15,800. من اگر رفته بودم هر جای دیگه کار کرده بودم، بخور و نمیر، طلا و نگه داشته بودم، الان یه چیزی حدود 1,600,000 اینا داشتم. 1,600,000,000. الان پرش این ماشین باشه 250-60 تومن. چرا یه جوری شده که اونایی که کار میکنن پشیمون ترن؟